کمیسیای ورزشی ایالت نیوادا ایالات متحده آمریکا مشت‌زن‌ها کانور مک‌گرگر و حبیب نورمگامدوف را با اتهام جنجال بعد از مسابقه برای مدتی از ورزش برکنار و جریمه کرد. هاور مندس مربی حبیب نورمگامدوف قرار کمیسیای ایالت نیوادا آمریکا برای موقت محروم کردن این ورزشکار از اشتراک در مسابقه ها را نادرست خوانده است. در این باره او با آژانسی تاس خبر داده است. روز سه‌شنبه 29 ژانویه این ورزشکار برای 9 ماه از حق اشتراک در مسابقه ها محروم شد. او با آن متهم گردید که پس از پیروز شدن در مسابقه UFC با کانور مک‌گرگر از رینگ به بیرون جسته با طرفداران حریفش زد و خورد کرده است. همچنین این ورزشکار با پرداخت $500,000 جریمه وظیفه‌دار شد. حریف او مک‌گرگر برای 6 ماه از حق شرکت در محاربه‌های بدون قاعده محروم شده است. مهلت این محرومیت از 6 اکتبر سال 2018 سر می شود. مربی حبیب امیدواری کرد که در این فرصت ورزشکار تمرین می کند و قوی‌تر به میدان برمیگردد. محاربه بدون قاعده 2 نفر شب 6 اکتبر در شهر لاس وگاس در آمریکا صورت گرفت. رقیب جنجالی او از ایرلندیا کانور مک‌گرگر که با بیانیه‌های بحث برانگیزش نام برآورده است، در دوره چهارم رقابت به فشار سخت و نفسگیر کننده حبیب نورمگامدوف تاب نیاورد و تسلیم شد.